همین نفهمیدم که نفهمیدم. در بیرون میگردی همه پرابلم دارد فلان بیامد. اینجا به همه رقص رو گویا که یگان پرابلم وجود ندارد. با چی گپ شد رفیق سردار؟ تو قیماب کردی که آخی چی بدر کردی تو؟ چی بدر کردی؟ ساعت چند شد؟ ای خونه برو اومدم رفیق سردار. همین بیزنسمنو هم خفا نمیشن. یخیلش به حد مرده بوده رفیق سردار. ای خونه برو اومدم تلفن فراموش کردم. برو اومدم همسایه بیزنسمن در پیش تو مگجان میبخشی ساعت چند شد؟ 50 سومانی با ارزان نشان میگه. ساعت ها هیچ که فهمیده نمیشه. من پسر خودم فهمیده نمیتونم. چخیل پسر خودم آخر کنجا بای هست کو. اکو هوای گفتم که برام اکادمی ملیسا خونه آینده کسب پدرش گیرد گفتم. آفرین. بردیم خیلی یک دوره و توالا کرده. بردیم موندیم یک تورنی میکشیدی. عموما 3 سال شد اونجا خونسوده. یک ماه میرد یک ماه نمیرد. باور کن مردک باری گپ زنم. بچهای دیگه رو میگن که بچه شما تعلیم و تربیتش سوست. بچه خودم آوای. مردک باری من تو در دل من نگم دکیدیم دیگه. 3 سال شد همین عربی شلاخه خودم کشاله کرده برسوری من اونجا با. بار میکنی. این 3 سال بعد 4 تا گوز. اونجا من میدونی چی؟ وای نخونسوده. گوسپند خونسوده اونجا. من نمیدونم با این نوهده بروش پگای راست خدا جمع میکند و نمیکند. دین خونه رفتم با همی خیلی یک قطی اوچشم جنگ قطی بچه‌ام جنگ کردم تبم خیره شد. گفتم یک بیرون دروازه برام در قدی کوچه هوای تازه خورم. برام بده شتم که ببینم کوراتور اکادمیا قطی وای هست کو. نیم حافظ نیم ملیسا دارن کو. امروخان. دیگه نفهمیدم وای ملیسم یا حافظ دیگه نفهمیدم خیلی. چی گپ شده است؟ یا آدم با دو کس ممکن نیست با وای 3 تا داشته با وای رهبر قسم تربیتی هم بوده. نیه؟ دستاش پیش به طرف خانه من آمده ایستاده است. گفتم هر چی باشه همین بچه چی بالا کرده گیده. گفتم که فیض الله اجم نخسته. اونجا چی؟ لب دادا جان. گفتم تو چند روز شد اکادمی درس نرفتی؟ گفت که 2 هفته. گفتم گورس کوراتور قطعی نیمچه حافظ نیمچه اون ملیسیت که دیوم مساده. چیا؟ دادا شما گورس من شرمنده میشم. هر روز گفتم چی با؟ چه؟ من کوراتور گفتم که دادام مردن و 2 هفته منو جواب دید. فرزندی بعد داغ پدر گفتن. تربیت کردن در کار. باور کن. لیکن هر روز نریگری شهر دیگه چه آبادی دیدی، پیشروی دیدی، تمام کوچه‌ها دیدی. با بخش ملیسا میگه شکفته. ملیسا هم خوشرو میشده یا. چه بین ها؟ همین جایی من لباسم پوشیدم زنم چه شما خوشرو بدید من ناف خیت کردم گفتم. نیه؟ در حقیقت حسن جمال بینه. زیبایی رو بین سردار. روز به روز نریگری. حال با یک خبری نو شنیدم. چه خبر؟ طرف خونی زرق شده شده. دوشنبه با. واه! در اومدنش بی پول. اوقات یکم دوم بی پول. تمام نوشاکا بی پول. بعد وای موسیقی بی پول. با اگر کدام راهش دور باشد اگر خودش باشد با مهمانخانه جدا کرده بودیم. یک از دیوان دو کاسه براحت خوب کند. ها با سحر با خوراک سحری میدونی با ماشین با شینوده بدن خودش میبردی رو با $100 میدادی. میبخشید شما خودتون همون طرفخانه رفتگی؟ نه نرفتیم مولی. ای کجا میدونی نبود؟ یک دینه ینگی تو فوخی. استا بچه استا پس فوخیمون آدم میرم خودمون یک بار 2 بار ای بالا میدونی خودت ای بالا میدونی آدم رو تلا بکنی های رفت سردار اون اونجا نکن زدن میارن تیم طرفا استا نکن زدن رفت سردار نصیحت کرده آوردن است چی گپ شناخته کیم که با مانند بخیلی یعنی شوبای خودمون تحصیل خبر بگیریم شناخته فهمیدم شناختم تو مزه نیست می یک ماه شد چراغ را سرخ میگذره آخه میگه کی سرخ میگذره که گپ نزن ساغره می مردک ساغره رفیق سردار 4 بار او شد برو اومدی با هم خیلی میکنی تو ها ساغره پلاش ساغره را نگاه کن رفیق سردار چی گپ تو چی در دوری همین شهرچه بی خطر به فقط راست ماشینی تو آخه او کامera را کم عزت حرمت نکنم یگان بار با کامera پیاده میگذارم تلخم میکفه که نقپم یه روز پیش خود خالی که داشتم سر توفلی ما صورت گرفته گفت که خطا چه که گفتم توفلی ما یکا یعنی پوتر کردی یکا توفلی بلند
رنگ بالون توفتاز میگه که گفتم اکای توفلیه با گردن نگرفتم گفتم اکا با گردن نه مال توفیل تو رسم ماشینت هست خو او شافیارش او تاغم بود در سر چنبرک رول تاغم بود تو در کجا بودی من مسافر بودم پاساژیر خب هیچی نگفتیم همه آخه گفتم میگه پول خدمت بارو میگه سرسوی میگه تاغو تاغم اگه جو سرسی تاغاش سرسوی بوده پول جریمه همیشه میسپره وجدان ایستونم تاغم سومی نداره که نام بخره در خانه نون سرکوپ میکنه نخرانه که اون نداره نو خیلی آقا ما گفتم که تاغا امی سویتافورو امی کامرا برای فایده ما ببین کامرا که ساخت کردن نه صدمه نه اگون مثلا میگم خطاگی ای این با فایده ما گفتم سرخ نگذار تاغا میگذاره میگه تاغا دیوانه های بعد بو میگذاره با امو سرخ میگم ما تاغا بچه سرخ نگذاریش میگه تاغا دیوانه های ساوز نمیام میستا میگم ساوز برای گذاشتن سرخ برای استادن میگه رنگی تاغا دیده دیوانه ها بسیار ای میگه ایستا این سر شما به چیگم شد یک باره رفیق سردار علمی دیره بیدار نکنید اینقدر داودام که هیچی نشد می یگان توابدی چینی نمان میلی نمان حتی سپیرت قدی قلمپور ریزه کرده شکیدم یا باره خواه شد رفیق سردار خیلی چیزی که خدا نداد نریشد باور نکنید رفیق سردار بابام هم خیلی سرا را تبابت میکنه چی؟ بابام هم خیلی سرا را تبابت میکنه مویسر میبرورن بابای تکی با بابام طبیب خلقی های بیامانی تمامی طبیبات کدی دلم یخ گشتم این طبیبا برای چی؟ یکیش او کدی یکیش الاو کدی با روز دیدم یکیش خوداشنی بوده این وقتش با تانی و بیچاره بدبخت فلامست پور کده امضا منصوده یک کدام اونجا بکده بیا خیلی همه مایلش ما باور میکنی دهایت عمرم دیدم که دست کردی توبت میکنن نه دیدم الهی توبه که لاو کردی توبت کنی نشید است این است مایلش با چی؟ با یک طبیب دیگه وای بخیلم وقتی به حافظ بوده اما دا برو مده سرود کردی توبت میکرده کدام سرود؟ بلا لزاره ساقی مای بیاره بلا لزاره سردار بودستان دار؟ به شکرانه طبیبا همین خیلی بسیار که هر اصول که توبت میکننی اصولی توبت نکردگی بابای تو چکل بود؟ حالی مایلش اینه همه مایلش اینم رنگ همین سیرالای ترکی باره هر روز یه ویپسکی نو برو بسودی دیده دیدم یکی دیگهش 2014 چخه؟ داده ازش 2 متر شدن پوف کنه گشته مردم همیشه نمیدونم برای هوای رفت کپتان احتیاج شده ای خیلی طبیبا حضر کنی نه به هر حال اصولش چکل بود؟ بابام شلنگ نداره بابام شلنگ نداره چی؟ ما به هزارم که به هر حال کپتان بابام مسئولات همی طبیعت خود موقع توبت چی کردی؟ اینا مثال میگم خیلی سر آینه سره همین جورا 500 گرم اصلی توزای خوالینگا میگیری خطی 500 گرم اصلی توزای دنگره را رس میکنی بعد چی نشید است نکنم؟ بعد جورا همو اصلا در افتون میمونی که گرمی میزن اصلا بعد میگیرم اصلا کمتر سپید میرزی بو در سرم خیلی آینه سر رو میشکی خیلی بعد اصلا گرفتی شکلی بعد چی؟ بعد همین جورا رد همین طرف خوالی طرف دیشنبه اومدن نگین همین چی پشه حشراتی که پرنده که میپره کو شیرین رناخ میبینن کو اما پشه مشه طرفی میبینم خیلی سر رو هجوم میکنن سر پری پشه میشه پری پشه میشه خیلی بعد چی پوری پشه شد بعد چی؟ بعد جورا همین وخی سرش دارم تا یک قرصک میزنم خیلی خیلی بعد چی قرصک زدی بعد چی؟ بعد پشم میپرن خیلی پرید بعد چی شد نکنم؟ بعد لینگوشو میبونم بالا سرده رئیس قدر توابت بود تو چی اکو سری کپتان ما رو پشخونه میکنیم یکو تو یه ما توابت رفتم بابام هم خیلی توابت میکرد توابت یکی ما شکایت داره چی شکایت داری تو؟ این همی 3 ساعت پیش سگی همسایه من را گزید کی؟ همی 3 ساعت پیش دکتر رفتی؟ ای کجا دکتر میرم اکا تیز رو 44 تا اوکل کو تیز کن که دیوانه میشه رفیق سردار 45 تا برای چی؟ کسلی ایبولا آمدگی کو؟ راست میگی تیز دم اکا یک کل 100 سومان ای 45 کل 4500 سومان میشوه ای دبا برو مرزون نخالت اکا ای گازی
گازیدم این خیلی است. ما در شهر اومن یگان سگی در جای نمودیم. فهمیدی؟ تو روش کردی. در کجا بوده این سگ توی گزده؟ سگی کی باشد باید؟ سگی کدام بیست؟ 6 ماه شد نگزم اکا 6 سال شد نگزم. نام فامیلی؟ نامی کریم فانور. تخلصم جخه. رفتیم جخه. جخ نمیگنم. جخه. تمام سراغ. 21 خانه نعمت قرباب کوچه نعمت قرباب. نعمت قرباب. 21 تمام. همسایه کی؟ همسایه؟ جانوف خنجر. جانوف خنجر. خانه 22. جای کارش میدونی؟ گازم هازی میرم اونجا عمل 2014 میگه پارپچون کده میبریم. جای کارش. جای کارش میگم. جای کارش. پالکونی که میلیسای اکا. پالکونی که میلیسای. روچکا نوریسته کوچ خیلی کده؟ رفیق سردار ما با روچکا دارم. روچکا ننویسن ما دارم با روچکا. یا روچکا تو نمینویسن روچکا ننویسن. آن خیلی اکا 6 بار مراجعت کردن پیشش و 6 سردار ده در وقت همین کبی پالکونی که میلیسن روچکاشو نمینویسته که وا. تو چی پخ کردی تو؟ پخ نکردم. برگرد مخکم کن. برمخکم کن. معامله بین رفتار بین کردار بین. نه بنادیت نه پدنیت. اپا اوستا اپا رئیس در کلخوز میشود اینجا سرداره اوستا پیش روی السلام علیکم. السلام کنیم نه شما گپی مرا گوش میکنه 1 ساعت شد من در پشتی در شما میستم آرام خواهر جان آرام نمیشم تو گرد اپا جان آرام نه آرام نمیشم خاله جان آرام نه آرام یه مرغی بخورز مردگی باری پخ میکنی پیش من بعد همین چی اینجا تو با بازار می چی در داری؟ آخه درد ما گوش نمیکنم گپ زن. من یک دختری نازنی یکو یگانه مرا داماد میگه زندگی نمیکنه یا دامادی خنکی تنه بی عقل داماد بودایدن یکی نه این خیلی کار نیست داماد کنه داماد میشه داماد جیغزنی دوری حاضر توبت داماد درون تست. بکنه چی در دارم حاضر همیشه من حال میکنم من میفهمونم هیچ ممکنه که همین خیلی دختری نازنین کردی شهر بچه زندگی نکنن و دامادی بی عقل ده دامادی جیغزنی تو آنه در پشت تو کجا با آنه رفیق نیاد یا یا من فشارم پس شد یا چراغ کشتتون می همین می بچه 7 شد بچه دار این کده شما چه خیلی گام میزنی؟ اگه جفته تو دیده شما این کده چه خیلی گام میزنی؟ تاجیکی میاد ایتون می خندش خوره خیلی خوشتم مگه تاجیکی یاد نگیره خدا این که زوادی کمر با کار نمیکند این زواد کوی همی خیلی السلام و علیکم نامتون چی؟ سعید جان سعید جان پدرت بر احمد چی ساخته توی؟ سعید جان دادرم دادرمی نمیدونم چی تویم سعید جان دادرکم تو چی درد داری که قطعی این دختری خوشی رو ندیبی و ماه برای زندگی نمیکنی؟ رفیق سردار لبای امی از زنک مادا ناشی چی؟ امین زنک مادا ناشی چی؟ نیمی قشلاق داشتید همی تدن نشد توی تماشا میکنم ملیسه بیان نمیگه خارجی ها باید دلار رو بریلیان کردی میفروشن ملیسه بیان نمیگه جنگ شد زور اومد 2 میلیسه صدمه شد 2 میلیسه کلی خشتمن جنگ کرد 2 میلیسه یک قندات زن میلیسه جشن مبارک میلیسه